هموطنان بزرگوار، ما امروز هم به شفاخانه صحت طفل آمدیم. 1.5 بسته مواد غذایی آماده که داشتیم توزیع کردیم. اما قسمی که شما میبینید زیاد از هموطنان ما اینجا امروز هم استاده هستند، اینا برشان نرسیده. یعنی 1.5 بسته که ما میاریم بسنده نیست. کسایی که توانایی دارند با $1.5 میتوانند که با ما در این پروسه سهیم شوند و دستگیری فقرا و نیازمندان را همراه ما شریک انجام بدهند. تشکر.